شب 14 اپریل سال 2024 ایران بار اول بواسطه از قلمرو خود خاک اسرائیل را هدف حمله گسترده با استفاده از هواپیماهای بی سرنشین و موشک‌ها قرار داد و حساب جانب اسرائیل ایران به سوی این کشور بیش از 300 درون و موشک زده است. جانب ایران تا کنون حمله‌هایش را رسما نتیجه گیری نکرده است، ولی جانب اسرائیل ادعا دارد که همراه متحدانش اساساً امریکا و بریتانیای کبیر توانسته است 99% درون‌ها و موشک‌های ایران را سقوط بدهند و در نتیجه به اسرائیل و ساکنانش آسیب اندکی رسیده است. سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو حتی با تنتنه اعلام کرد که اسرائیل حمله ایران را زده گرداند و در این مناقشه غالب خواهد کرد. نماینده ارتش دفاع اسرائیل دانیل هاگاری نیز در نشست خبری زده گرداندن 99% درون و موشک‌های ایران را کامیابی خیلی چشمگیر استراتژی نامید و گفت شماره از این موشک‌ها و درون‌ها را از قلمرو عراق و یمن به سوی اسرائیل پرتاب کردند. وزیر مدافع اسرائیل یوآف گالانت در پی انجام ارزیابی وضع با منصبداران بلندپایه وزارتش گفت همراه امریکا و دیگر شریکان ما توانستیم قلمرو دولت اسرائیل را حمایت کنیم. ایران درون‌ها و موشک‌ها را به طرف اسرائیل شب 13 اپریل پرتاب کرد، ولی تا رسیدن آنها تا قلمرو اسرائیل چند ساعت گذشت. در اظهارات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران که شب 13 اپریل نشر شد گفته میشد که به این عملیات وعده صادق نام ماندند و این عملیات در پاسخ به جنایت‌های اسرائیل، یعنی حمله روز 1 اپریل اسرائیل به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق پایتخت سوریه که 13 نفر از جمله 7 تن از فرماندهان و نظامی سپاه را کشته به جا گذاشت عملی کرده شد. شورای امنیت سازمان ملل شام 14 اپریل مسئله حمله ایران به اسرائیل را بررسی می‌کند. نماینده مالتا در سازمان ملل که کشورش ریاست دوره شورای امنیت را در دست دارد گفت این جلسه با تشبث اسرائیل دعوت کرده می شود. ایران نیز به نوبت خود برای رئیس شورای امنیت نامه فرستاده اظهار داشته است که به خاطر دفاع از خود بر اساس بند 51 آیین نامه سازمان ملل و در پاسخ به حمله‌های حربی به تکرار اسرائیل عمل کرده است. بند 51 آیین نامه سازمان ملل به کشورها حق کامل می‌دهد که در صورت حمله مسلحانه به قلمروشان از خود دفاع کنند. در اظهارات نمایندگی دائمی ایران در سازمان ملل گفته شده است که مسئله را میتوان حل شده ارزیابی کرد. این اشاره را میتوان به معنای قبول کرد که ایران در فکر ضربه‌های از این بیشتر به ضد اسرائیل نیست، اما با یک شرط: اگر اسرائیل باز یک اشتباه صادر کند پاسخ ایران باز هم شدیدتر خواهد بود، گفته می شود در اظهارات. در همین حال پرزیدنت امریکا جو بایدن اظهار داشت که روز 14 اپریل با رهبران گروه G7 تشکیل جلسه می کند تا که پاسخ یگانه دیپلماتی به حمله گستاخانه ایران تهیه کنند. G7 7 کشور از لحاظ صنعتی پیشرفته دنیا امریکا، فرانسه، آلمان، بریتانیای کبیر، ایتالیا، کانادا و ژاپن را متحد می کند و اما خطای حمله ایران را روی راست محکوم نکرد. جانب‌ها را تنها به خویشتن‌داری دعوت کرده است. به دلیل تشنج وضع بسیاری از کشورهای خاورمیانه از جمله اردن، لبنان و عراق که در مسیر پرواز درون‌ها و موشک‌های ایران به سوی اسرائیل قرار دارند، همچنین خود ایران و اسرائیل حریم هوایی خود را برای پروازهای هواپیماها بستند.